خب سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو آموزشی میخوایم بریم CVE 2023 38 831 که برای وینرار هستش رو با هم یه بررسی کنیم و بریم پروف آف کانسپتش رو بسازیم و سعی کنیم همین سیستم رو هک کنیم. این یه ماشین مجازیه من آوردم بالا و ترتمیز اینجا همه چیزهایی که داریم رو آوردم و نصبش کردم و مرتب کردم که خیلی سریع بتونیم اینو پیاده سازی کنیم. در مرحله اول اینکه وینرارهای تو این CV وینرارهای 623 به پایین این اکسپلویت روشون جواب میده که من اومدم 622 رو نصب کردم که یه دونه کمتر از 23 حال حاضر هست که این باگ روش پچ شده، پس روی این ورژن جواب میده. خب اینو نصبش کردم، الان دابل کلیک میکنم رو فایل رار، اینو باز میکنه و میتونم روی این دابل کلیک کنم و خیلی قشنگ یه PDF رو برام لود میکنه. خیلی خوب، پس به این نیاز ندارم، من همینو پاکش میکنم، پاکش کن بره. خیلی خوب، اینجا دو تا فایل داریم، یه فایل اکسپلویت که میخوام همین فایل رو به عنوان اکسپلویت هم استفاده کنم، یه فایل PDF اینجا که اسمشو گذاشتم تست فایل و این فایل PDF کاملا سالمه، هیچ چیز عجیب غریبی راجع به این دو تا فایل وجود نداره. اینم یه فایل متنیه، فقط توش نوشتم calc.exe که ماشین حساب رو برام بعداً اجرا کنه. تو مرحله اول اگه ویندوز وارد باشید و یا با بچ فایل ها کار کرده باشید، اینجا رو اسمشو بذاریم بت یا CMD، میتونه فایل رو برامون اجرا کنه و روش دابل کلیک کنم من ماشین حساب رو میتونم ببینم. پس این میشه پروف آف کانسپت من. پس من اینجا هک خاصی انجام نمیدم، فقط دارم ثابت میکنم که میتونم با استفاده از یه فایل رار یه ویندوز رو کلن به دست خودم بگیرم، میشه RCE که کدهامو بتونم رو ویندوز اجرا کنم، هر کدی دوست دارم. الان به عنوان مثال داریم کد کلکولیتور میزنیم. خب حالا چجوری از این آسیب پذیری بهره ببریم؟ در مرحله اول این فایل رو زیپ میکنیم. اوکی، خب مرحله به مرحله با هم جلو بریم. باید این مراحل رو درست انجام بدیم، وگرنه به صورت دستی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اکسپلویت هایی هم رو گیت هاب هست که این کار رو خودش اتوماتیک انجام میده، ولی من میخوام دستی کاملا این مراحل رو با هم انجام بدیم. کلیک راست میکنم روش و اینو یه دونه ازش کمپرست فایل یا همون زیپ فایل میسازم. اسمشو گذاشته تست فایل دا زیپ، اسمشو میذارم تست دا زیپ، مهم نیست اسمش چیه. روش کلیک میکنم، اگه دابل کلیک کنم آرکایو ویندوز بازش میکنه. میخوام با وینرار بازش کنم و چیکار کنم؟ یا اوپن کنم با وینرار، یا اینکه اسمشو رار بذارم. همینجا خیلی خوشگل اسمشو رار میذارم. اوکی، خب تا اینجا دابل کلیک کنم این فایل چجوری باز میشه؟ این فایل با رار باز شد الان و روش دابل کلیک کنم خیلی طبیعی باز میشه. تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. مشکل از کجا شروع میشه؟ یکی از مشکلات اینجاست که من تو ویندوز، اول اینو تو ویندوز استفاده میکنیم این روشو، کل اینو کپی میکنم یه دونه پوشه میسازم، پوشش نیو فولدره، بازش این اسمو پیست کنم میشه تست فایل دات PDF، دقیقا همنام این. حق ندارم چنین چیزی رو بسازم. اوکی، یعنی به من اجازه نمیده تو ویندوز یا سیستم عامل های دیگه یا جای دیگه به من اجازه نمیده اسمشو دقیقاً یکی و همسان بذارم. و چیکار کنم؟ خب میتونم حالا فعلا اینو از پوشه خارج میکنم، میام اینجا و اینجا کنترل وی میزنم و دقیقاً همنامشو میسازم. همنامشو که ساختم این اکسپلویتمو توش کپی میکنم یا میریزم اینجا و اینم دقیقا همنامش میکنم به علاوه یه دونه اسپیس، یعنی قبل دات بت یه دونه اسپیس میزنم. اوکی، این شد دقیقا همنامش، دوباره همنامش، یه اسپیس یه دونه بت دات بت. و این رو اگه وینرار رو باز کنم میتونم این رو بریزم درگ کنم تو وینرار. ببینید
اجازه میده چه این چیزی رو، ولی از تو خودش نمیتونین رینیم بزنیم، ولی با درگ میتونی بریزی این تو. الان رو این دابل کلیک کنم هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هنوز اکسپلویت صورت نگرفته. مشکل از اینجا شروع میشه که من میتونم اینجا F2 بزنم، یه دونه اسپیس بذارم و همزمان وینرار قاطی میکنه نام اینو که یه دونه اسپیس میذاره، این نام اینم دوباره یه دونه اسپیس میذاره براش. چرا؟ چون هر دو هم نام بودن به این صورت. حالا این اتفاق افتاد، تموم شد دیگه، ما اکسپلویت رو انجام دادیم. دابل کلیک میکنم روی این و تمام. به جای اینکه فایل PDF باز بشه، وینرار قاطی میکنه، میگه خب من باید تست فایل رو اجرا کنم دیگه، میاد این تو یه نگاهی میندازه، میگه یه دونه تست فایل اینجاست، میگه خب پس حتما اینو اجرا میکنه به جاش. این میشه اکسپلویت جدید وینرار که آسیب پذیری بسیار خطرناکی هست. فایل های رار رو اجرا نکنید به هیچ عنوان به صورت مستقیم. اگه دیدین تو فایل رارتون یه پوشه همنام فایلتون وجود داره، یعنی دقیقا این شکلی شده، بدونید که حتما یه آسیب پذیری اینجاست. روش دابل کلیک کنید هم میتونید فایل اکسپلویت طرف رو ببینید و حواستون کلا به پوشه های رار از فایل های رار از این بعد باشه. امیدوارم که موفق باشید، بهتون خوش بگذره، تستش کنید و ازش استفاده کنید، البته در راه آموزش. موفق باشید.